به نظر من پسری که املت میخوره واقعا کنسله. بی نظر من کیسی مادری. آقا معین چطوری؟ داداش این داره میاد اینجا، تو رو قرآن بهش نگی اسم من یدالله، اسم من پویاه. پویا. سلام. اوکی. سلام معین جان. آقا معین یدالله جان اسم چی بود؟ پویا. اگه نمیتونی مثبت باشی حداقل ساکت باش. ای به داد من رسید. نه از امروز نگفتن رو یاد گرفتم دیگه، به همه چی میخوام بگم نه. نداره شب بریم شیره نابی بکشیم ما؟ نه چه اشکالی داره، من نگفتن رو یاد گرفتم، بریم.